سلام به همه شنوندگان عزیز مجموعه پادکست‌های از سوادستان بپرس. به قسمت دیگه ای از این سری پادکست‌های گردشگری از سوادستان بپرس خوش آمدید. من مهزاد تهرانی میزبان شما در این پادکست هستم و خانم شیوا نلبندی به عنوان مهمان همراه ما هستند. سلام خانم نلبندی. سلام خانم تهرانی و سلام به همه شنوندگان عزیز این پادکست. خیلی خوشحالم که توی این سری از پادکست ها اینجا در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستم. خواهش میکنم. خب موضوع امروزمون درباره یک کشور بسیار زیبا و پیشرفته با جاذبه‌های گردشگری متنوع هست. کشور ژاپن. پس بدون معطلی بریم که شروع کنیم. میشه یه توضیح کلی در مورد کشور ژاپن به ما بدید؟ بله حتما. کشور ژاپن از نظر وسعت کوچیک هستش، اما موقعیت استراتژیک این کشور باعث شده که از نظر تاریخی خیلی گسترده ظاهر بشه. کشور ژاپن تو سال 2010 تونست سومین قدرت اقتصادی توی دنیا بعد از آمریکا و چین باشه. همینطور این کشور توی آسیا هم رتبه دوم اقتصادی رو داره. کشور ژاپن از نظر منابع طبیعی خیلی محدود هستش، به صورتی که اکثر بخشای این کشور یا کوهستانیه یا آتشفشانیه. اما کاری که دولت کشور ژاپن تو زمینه صنعت و فناوری‌های پیشرفته انجام داده باعث شده که کشور ژاپن تو لیست بهترین کشورهای صنعت و تکنولوژی قرار بگیره. یکی از بخش‌های اقتصادی خیلی مهم تو این کشور صادرات هستش. محصولات صادراتی تو کشور ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل و قطعات اتومبیل هستش که تونسته سهم بزرگی از گردش مالی این کشور رو به نام خودش بکنه. این کشور تو زمینه صنایع الکترونیک هم خیلی خوب ظاهر شده و البته بخش‌های تولیدی تو کشور ژاپن تو زمینه صنایع شیمیایی هم تونسته رتبه خیلی خوبی داشته باشه. یکی دیگه از بخش‌های اقتصادی کشور ژاپن کشتی سازی هستش. کشتی سازی به صورت کلی بخشی هستش که تونسته ساختار اقتصادی خیلی قدرتمندی ایجاد بکنه. این کشور تو زمینه نساجی هم توی مسیر رشد و پیشرفت قرار داره و همینطور صنایع غذایی توی ژاپن جزو بخش‌های خیلی مهم محسوب میشه. تو سالهای اخیر این کشور رشد اقتصادی کمی داشته. قیمت ین کشور ژاپن تو دوره‌های مختلف اقتصادی یکی از ثابت‌ترین وضعیت‌ها رو داشته، به صورتی که نرخ ین کشور ژاپن یکی از پرمعامله‌ترین بخش‌های اقتصادی به حساب میاد. چه خوب. ممکنه راجع به فرهنگ، آداب و رسوم و زبان مردم ژاپن هم برامون بگید؟ بله. احترام گذاشتن یه بخش خیلی مهمی از فرهنگ ژاپن هستش و توی این کشور آموزش‌های لازم تو زمینه احترام گذاشتن هم به مردم داده میشه. تعظیم کردن و در واقع نحوه صدا زدن دیگران توی این کشور خیلی مسئله مهمی هستش. آداب غذا خوردن تو کشور ژاپن به این صورت هستش که باید همیشه حواستون به دستمال سفره باشه و باید زمان خوردن غذا سعی کنید یکم هورت بکشید. این کار نشون میده که شما واقعا از غذا خوشتون اومده و دارید لذت میبرید. فرهنگ انعام دادن تو ژاپن خیلی توهین آمیز هستش و نباید به گارسون‌های رستوران‌ها انعام تعارف بشه و زمان خوردن غذاهای برنجی توی این کشور باید ظرف غذا رو به دهن خودتون نزدیکتر بگیرید. به صورت کلی ژاپنی‌ها به غذا خوردن علاقه زیادی دارن. به خاطر همین هم هر موقع از روز میتونید به راحت‌ترین شکل ممکن غذا بخورید. مردم ژاپن برای سالهای خیلی زیادی گیاهخوار بودن، اما به یکباره این تابو رو میشکنند و مثل غربی‌ها گوشت رو وارد غذاهای خودشون میکنن، ولی اونا هیچ وقت نتونستن عادت کفش پوشیدن غربی‌ها رو توی خونه تحمل کنن و برخلاف غربی‌ها که موقع پیاده روی عادت به خوردن و یا نوشیدنی‌ها دارن، این کار توی ژاپن اصلاً پسندیده نیست.
تقریباً همه مردم ژاپن به زبان ژاپنی صحبت می‌کنن که این زبان کاملاً مختص ژاپن هستش و با زبان کره‌ای خیلی متفاوت هستش، اما از یه جهاتی شباهت‌هایی با زبان چینی داره. تو بعضی از شهرها مثل توکیو که شرکت‌های بین‌المللی توی اون وجود داره، به زبان انگلیسی هم صحبت میشه. چه جالب! جاذبه‌های گردشگری کشور ژاپن چه جاهایی هستند؟ یکی از جاذبه‌های گردشگری ژاپن کوه آساهی هستش که با ارتفاع نزدیک به 2290 متر بلندترین کوهستان جزیره هوکایدو هستش و همیشه مقصدی برای کوهنوردا و علاقه‌مندان به طبیعت بوده. جاذبه بعدی چشمه‌های آب گرم اونسن هستن. چشمه‌های آب گرم تو ژاپن نامحدود و خیلی زیادن و یه جورایی گنجینه‌های ملی این کشور به حساب میان. آب درمانی و چشمه‌های آب گرم تو بین مردم ژاپنی علاقه‌مندان خیلی زیادی داره و هر ساله گردشگران زیادی با دریافت ویزای ژاپن برای آب درمانی و بودن توی طبیعت به این کشور سفر می‌کنند. کوه فوجی یکی از شناخته شده ترین جاذبه‌های گردشگری و در واقع نماد کشور ژاپن هستش. این کوه با ارتفاع حدود 3776 متر بلندترین کوه ژاپن هستش و معابد خیلی زیادی توی اون ساخته شده. به خاطر همین هم افراد زیادی یا برای عبادت یا برای بازدید از این کوه به ژاپن سفر می‌کنند. کنار کوه فوجی آبشار معروف شیرایتو قرار داره که به عنوان یکی از مکان‌های مقدس و جاذبه‌های گردشگری ژاپن شناخته میشه و قابل ذکره که این آبشار توی یونسکو هم به ثبت جهانی رسیده. از عجایب کشور ژاپن به چند مورد میتونید اشاره کنید؟ بله، ژاپن یک کشور پیشرفته است، اما اون چیزی که خیلی عجیبه اینه که هنوز هم تو خیلی از مغازه‌های این کشور از شورت‌های چوبی استفاده میشه. تو ژاپن از صندل‌های چوبی که به اسم آشیدا گتا هستش استفاده میشه. این صندل‌ها ارتفاعی بین 15 تا 20 سانتی متر دارن که اغلب برای اینکه تو روزای بارونی کثیف نشن ازش استفاده میکنند. دستگاه‌های هوشمند بخشی از اختراعات مردم ژاپن به شمار میره که این دستگاه‌ها تو فضای شهری و حمل و نقل هم دیده میشه. چقدر جالب! خب به عنوان سوال آخر میشه برای ما بگید که غذاهای معروف کشور ژاپن چه چیزایی هستن؟ ژاپنی‌ها معتقدند غذایی که مردم رو سالم نگه می‌داره اونی نیستش که می‌خورن، بلکه اون غذاییه که خوب هضمش می‌کنن. شاید راز سالم موندن و طول عمر ژاپنی‌ها درست تو همین یه جمله خلاصه شده باشه. اکثر مواد استفاده شده تو غذاهای ژاپنی کاملاً ارگانیکن و نحوه طبخ اونها به صورتی هستش که ویتامین‌ها و طعم طبیعی خودشون رو حفظ می‌کنن و به خاطر همین هستش که اکثر افراد توی ژاپن از نظر بدنی کاملاً سالمن و عمری طولانی دارن. از غذاهای معروف ژاپنی میتونیم به سوکیاکی ژاپنی اشاره کنیم که یکی از غذاهای هیجان انگیزی هستش که همون لحظه روی میز پخته میشه و به صورت کاملا گرم و تازه سرو میشه. توی این غذا گوشت به صورت برش‌های نازک به سبزیجات تازه و ادویه‌های مخصوص آغشته میشه و به صورت کاملا حرفه‌ای توی آب پخته میشه. سوکیاکی به خاطر طرز پخت خاص خودش طرفدارهای زیادی بین مردم ژاپن و حتی بین گردشگران داره. یاکیتوری یکی دیگه از غذاهایی هستش که به خاطر مواد اولیه و طرز تهیه‌اش با مذاق ما ایرانی‌ها بیشتر سازگاری داره. توی این غذا گوشت مرغ رو آغشته می‌کنن به سس سویا و سرکه مخصوص، بعدش به همراه چوب‌های کوچیک چینی روی زغال گریلش می‌کنن. یاکیتوری انواع مختلفی داره، مثلا کباب سینه مرغ، پوست مرغ و کباب پیاز و مرغ که هر کدوم از این مرغای گریل شده واقعا خیلی خوشبو و لذیذ و اشتهاآورند. خوراکی بعدی اوکونومیاکیه که یه پنکیک مخصوص ژاپن هستش. اوکونومیاکی غذای محلی ژاپنه که تو هر کدوم از شهرهای ژاپن
با مواد محلی همون شهر درست میشه، اما مواد اصلی تشکیل دهنده اون کلم، سیب زمینی، گوشت و ماهی به همراه ترشی زنجبیل هستش که این غذا هم خیلی خوش‌طعمه و تو اکثر رستوران‌های ژاپن سرو میشه. اگه قصد سفر به ژاپن رو دارید، حتما این پنکیک مخصوص ژاپنی رو تست بکنید. تاکویاکی هم یه غذای مخصوص دریاییه که با اختاپوس تهیه میشه و توی این غذا اختاپوس رو کاملا له میکنن و توی تابه مخصوص سرخش میکنن. بعدش به صورت استک‌های گرد اطراف ظرف میچیننش و با سس مخصوص تزیینش میکنن. تاکویاکی هم غذای متفاوت و خوش‌طعمیه. خب خیلی ممنون از شما خانم نلبندی عزیز. من که از اطلاعاتتون پیرامون کشور ژاپن خیلی استفاده کردم و امیدوارم که این اطلاعات برای شنوندگانمون که علاقه‌مند به گردشگری هستند هم مفید بوده باشه. خواهش میکنم خانم تهرانی، منم امیدوارم صحبتامون مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار. ممنون از شما. به امید دیدار. خب به پایان پادکست امروز رسیدیم. مشتاقانه منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. امیدوارم که صحبت‌های امروز ما درباره کشور ژاپن برای شما عزیزان شنونده مفید واقع شده باشه. تا پادکست‌های بعدی، خدا نگهدار.